مثل اینکه 3 نفر سرنشین عقب دارید، خب طبیعی مصرف بنزینتون بالا بره. اما اینکه آیا کمپرسور به فنی ماشین صدمه میتونه بزنه؟ نه، هیچ ضرری برای ماشین نداره، هیچ ضرری برای عمر قطعات حالا داخل موتور، رینگ و پیستون و یا تاقان و هیچ کدوم از اینها نداره. اگه دور بالا بخوام از کولر استفاده بکنم ممکنه ماشین استهلاکش بره بالا؟ نه، هیچ کدوم از اینها مشکلی نداره. این شد باور غلط دوم. باور غلط سوم چیه؟ اینه که من اگه از کولر زیاد استفاده بکنم گازی که داخل کولر هست زودتر خراب میشه، نیازه که سال بعد دوباره اینو عوض کنم، سرویس کنم. نه، هر چقدر از گاز کولر بیشتر استفاده بکنی، بیشتر در گردش بیاد، بیشتر کمپرس بشه، آن کمپرس بشه، گاز سالمتر میمونه، طول عمرش بیشتر میشه. شده تو زمستون هم هر از گاهی کولر رو روشن بکنید که گاز ته‌نشین نشه، مجبور نشین توی بهار و تابستون دوباره گاز تزریق بکنید. باور غلط بعدی اینه که من کولر روشن بکنم دمای ماشینم میاد پایین. ببینید این در شرایطی که شما مسیر بلند مدت میرین، فن چون مدام روشنه، باد رو هی میدمه داخل موتور و رادیاتور، خنک میکنه. در حالت عادی، در حالت طبیعی روشن کردن کولر به همون دلیلی که بهتون گفتم، هم بار تحمیلی روی برق میذاره، هم بار تحمیلی روی موتور میذاره، قطعاً دمای آب بالا میره، آمپر دمای آب بالا میره و در حد مجاز خودش وای میسه. حالا هر خودروی به صورت فابریک شرایطی داره، مثلا 206 ممکنه تا بالای 90 درجه هم قرار بگیره، یا مثلا یه خودروی ژاپنی ممکنه بالای 75 درجه هم قرار بگیره. پس روشن کردن کولر ذاتاً دمای آبو بالا میبره. در آخر میخوام بگم که بایدها و نبایدهاشو بگم. هیچ وقت استارت اولتون رو، استارت صبحگاهیتون رو یا استارت اولیه ماشین رو با کولر روشن نزنید، چون همزمان به اندازه خود استارت برق میکشه، دوما همون لحظه هم با موتور درگیر میشه و این خودش باعث میشه که استهلاک ماشین بره بالا. پس همیشه دقت کنید که کلید ایسی تون خاموش باشه. نباید دیگه اینه که کولر رو در سربالا ها، جاهایی که نیاز به توان بیشتر دارین، میخواین از کل توان موتور استفاده بکنید، خاموش بکنید، چون خودرو رو میبره به حالت پیک، دوباره همون هم استهلاکش رو میبره بالا. در بقیه موارد شما میتونید با خیال راحت از کولر استفاده بکنید، فرقش فقط یکم مصرف بنزین بالاتره که اون هم عدد و رقمی نیست که باعث اذیت شما بشه و شما باید از ماشین استفاده بکنید. قرار تن شما سالم باشه که بتونید از ماشین استفاده بکنید. امیدوارم این پست به درد شما خورده باشه. اگه دوست داشتین با لایک و کامنت به توسعه اون کمک بکنید. فعلا